دوستان عزیز، امروز اومدیم براتون دو برگر درست کنیم. مواد لازمش 2 عدد همبرگر دستیه، هر کدوم به وزن 120 گرم، ژامبون، قارچ و پنیر. الان مواد براتون درست میکنیم، ببینیم با دو برگر پاندا مطمئن باشین حال میکنیم. این از پنیر موزارلا، بهترین نوع پنیر که هم کش میاد هم طعم بسیار عالی داره. بعد قارچ رو اضافه میکنیم، 1 عدد همبرگر، اونم از گوشت گرمه ها، فقط گوشت گرم و ادویجات. دوباره قارچ، پنیر، همبرگر، دوباره پنیر، اینم که از ژامبونش میذاریم یکم پنیرش آب شه. مطمئناً دل خیلی ها با پنیری که داره آب میشه آب میکنه. از پنیرشه که داره آب میشه قشنگ میذاریم پنیر آب شه. میبینی از موادش و این هم از ادویه مخصوص پاندا.